استاد میگفتید که شخصیت مسلمان در عصر حاضر باید چگونه باشد؟ بله، خیلی ممنون از سوال خوبتون. چون خود سوال هم یک هنر هست و یک فن هست. ما فکر میکنیم که جواب دادن یک فن هست و هست، ولی سوال کردن مهمتر از جواب دادن هست و سوالهای خوب همیشه به ذهن همه نمیرسه و شاید خیلی ها ندونن چه سوالی مهمتر هست و مفیدتر هست که سوالو مطرح بکنن. پس من خواهشم اینه که همیشه، نه در این جلسه، عزیزانی که سوالهای خوب به ذهنشون میرسه همیشه سوال بکنن از علماشون، از اهل ذکر، اهل فن، چون سوال مال یک نفره اما جواب برای همه هست. پس سوال خوب کردنم هنر میخواد، توفیق میخواد. یه وقت انسان سوالی میکنه که هیچ عملی روی سوالش مترتب نمیشه. مثلا سوال بکنید عصای حضرت موسی از چه درختی بود؟ چه عملی روی اون مترتب میشه؟ حالا جوابش هم بفهمید. یا معذرت میخوام، درختی که بابا آدم و ماما حوا خوردن، اون درخت چیه؟ انار، انجیر، گندمه. حالا قرآن نگفته انار یا انجیر یا گندمه. حالا شما هم سوال بکنید چیزی روش مترتب نمیشه. سوال همیشه سوالی که تحولی روش مترتب بشه، تقدمی روش مترتب بشه، پیشرفتی روش حاصل بشه. خیلی ممنون از سوال خوبتون. شخصیت مسلمان باید چطوری باشه در عصر حاضر؟ شخصیت مسلمان باید قوی و جذاب باشه. در یک جمله، هم قوی و هم جذاب، زیبا. چون قدرت منهای زیبایی و زیبایی منهای قدرت، ظاهر زیبا اما تو خالی، یا قوی اما غیر زیبا، نه. اسلام هم به قدرت پرداخته و هم به زیبایی پرداخته. اگه الله قوی است، علیم، حکیم، قدیر، مقتدر، الله لطیف هم هست، الله جمیل هم هست. ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیباست و زیبایی رو دوست داره. شخصیت مسلمان باید هم قوی باشد و هم زیبا و جذاب باشد. چون امروزه کفر هم قوی است و هم زیباست. اگر مسلمان ضعیف باشد، نه اینکه کفر قوی است، چون مسلمان ضعیفه کفر قوی است. اگر مسلمان نازیبا باشد، جذاب نباشد، کفر و کافر ظاهر جذابی دارد. در نتیجه جوانای مسلمان سبب می شود که تعریف کفر و کافر بکنن. از زیباییش، از قدرتش. چه چیزی سبب میشه که یک جوان مسلمان بیاد تعریف یک کافر بکنه؟ اگر خودمون داشته باشیم و اسلام و دین قوت و جذابیت بدانیم، قطعا بهش افتخار میکنیم. دیگه به کفر و کافر افتخار نمی کنیم و تعریف و تمجید نمی کنیم. در نتیجه مسلمان باید هم قوی باشد و هم زیبا و جذاب باشد. قوی یعنی چی؟ قوی یعنی اطلاعات قرآنی و نبوی او خیلی قوی باشد، یعنی در اطلاع کامل از قرآن و سنت داشته باشد. چون 2 مصدر برای تشریح هست، یکی قرآن، 2 منبع هست، و یکی حدیث. خب دین یعنی قرآن و حدیث. مصدر تشریح یعنی خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم. پس باید اطلاع کامل داشته باشد از دینش، از کتابش و از سنت پیامبرش صلی الله علیه وسلم، تا شیفته و جذب غیر از قرآن و سنت نشود. دوم،
اطلاع کامل به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تاریخ خلفا و تاریخ صحابه، زندگی نامه صحابه و علما و بزرگانی که خدمت به امت اسلامی و جامعه اسلامی کردند و درس گرفتن و اسوه و قدوه و الگو قرار دادن اونها. ما نیاز داریم که از بزرگانی که موفق بودن و پرونده اونها با خیر و خوبی و موفقیت بسته شده به عنوان الگو و سرمشق زندگی خود قرار بدیم. و این کنفرانس هم و سالی که اعلام شده به عنوان سال امام اعظم در همین راستاست. یعنی نه اینکه بزرگداشت خالی، بلکه بزرگداشتی که ما امید و شخصیت و تلاش و توفیقات و علم و دانش و عمل و تقوا و دعوت و جهاد و جهد و تلاش و همه الگو برداری بکنیم و همت والای این شخصیت بزرگ امام ابو حنیفه که من در یک کتابی درباره زندگی نامه ایشون خوندم، ایشون از 4000 از علمای تابعین کسب فیض کردن، از 4000 عالم از تابعین. این میتونه تحولی در شما جوانای خوب و نسل آینده که این امام اعظم کی بوده، چقدر همت داشته. پس به صرف این که یک بزرگداشت و یک تعدادی جمع بشن تعریف و تمجید از گذشته بکنن. حکیم عرب میگه که لیس الفتا من قال کان ابی ان الفتا من قالها انا ذا. جوان کسی نیست، جوان مرد کسی نیست که بگه پدرم و گذشتگان من این بودن. همیشه تعریف گذشتگان بکنه اما خودش هیچ تلاشی نداشته باشه. ما وقتی بزرگداشت میگیریم یعنی اینکه الهام بگیریم، رمز و راز موفقیت اون بزرگ. سوم اینکه انسان مسلمان باید آگاه باشه به مسائل عصر و روز و علوم عصر و روز، چون که هر عصری و هر زمانی متطلبات خودشو داره، مسائل خودشو داره، امکانات و ابزار خودشو داره. پس از امکانات روز و علوم روز و مسائل روز نباید عقب بمونیم، چون اسلام گفته هم دنیای آباد و هم آخرت آباد. ولا تنس نصیبک من الدنیا. بله، دنیا ملعون نیست، دنیا خیر و برکت. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. دنیا همه چیز توش هست، ما اینکه با چه نگاهی به دنیا نگاه بکنیم. چهارم، آگاه بودن و اطلاع داشتن از سیاست‌های استعماری حاکم بر دنیا. مسلمان نباید فقط ساده و دلپاک باشه، باید زیرک و باهوش باشه، مثل امام اعظم. زیرک و باهوش، دلی مهربان، پاک، بی‌آلایش، مثل دل پرنده و گنجشک، کبوتر، اما زیرکی و باهوشی مار. بالاخره سیاست هایی بر دنیا حاکم هست، ما اگر نفهمیم سیاست استعمارگران خب دچار مشکل خواهیم شد. من مجبورم که یک کمی توسعه بدم تو این مسئله. استعمار 3 تا سیاست جهنمی رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی پیاده میکنه. یکی سیاست نفس طولانی، این شنیده بودید، سیاست نفس طولانی. یکی سیاست 1 قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو. یکی سیاست تفرقه بنداز، حکومت بکن. سیاست نفس طولانی، نفس استعمار خیلی
درازه و خیلی طولانیه، خسته نمیشه. امروز کاری انجام میده برای 200 سال بعد، امروز برنامه‌ای میریزه برای 200 سال 300 سال بعد. ما مسلمان ها عجول هستیم، کاری میخوایم امروز بکنیم فردا نتیجه ببینیم. سیاست نفس طولانی، ما هم در قبالش سیاست نفس طولانی برای مقابله. در سیاست نفس طولانی جهل یکی از سیاست هاشونه، یعنی امت اسلامی رو میخوان که همیشه جاهل بی سواد بمونن، چون وقتی بی سواد موندن نیازمند میشن، خودشون بی نیاز میشن. وقتی نیازمند شدیم به اونها دیگه مستقل نیستیم، دیگه هیچی نداریم و اونها نمیخوان که ما نیاز علمیمونو و علم روزمونو برطرف بکنیم. دیگه در سیاست نفس طولانی فحشا، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اینا ابزار سیاست‌های نفس طولانی است برای تضعیف امت اسلامی که یک روزی قطب جهان بودن. امروز شعاری هست به اسم العولمه یا جهانی شدن، یعنی تک قطبی شدن. من یه مثال میزنم، شاید تو کشور شما هم این شعار خیلی براقه و جذابه. نمیدونم تو کشور شما هم شنیدید فرزند کمتر زندگی بهتر؟ سازمان بهداشت جهانی میگه 1 فرزند 2 فرزند زندگی بهتر، و میگن امکانات کمه، اگر تو 10 تا فرزند داشته باشید نمیتونید بهشون برسید، هزینه‌شون، خرج تحصیلشون. این شعار خیلی زیباست، ولی پشت این شعار یه قضیه دیگه هست. آمریکا سالی 20 میلیارد دلار از کانال سازمان بهداشت جهانی هزینه میکنه در جهان، خصوصا در کشورهای اسلامی، که نسل مسلمانان رو کمرنگ بکنه، در صورتی که تحقیقات نشون داده که با جمعیت بالای خود آمریکا سالی 50,000 نفر غیر آمریکایی بهشون پاسپورت میدن که به جمعیت آمریکا اضافه بشه. خود دولت آمریکا اعلام کرده هر آمریکایی 1 فرزند به دنیا بیاره تا 2 سال مادرش مرخص از حکومت و حقوق میگیره، پدرش هم همچنین، و هر فرزندی ماه 900 تا 1000 دلار هم اگه 1 بچه به دنیا بیاره. ولی در جهان اسلام میگه فرزند کمتر زندگی بهتر، میخواد نسلو، چون که تحقیقاتشون نشون داده که تا 30 سال آینده دیگه اسلام همه جا رو قبضه میکنه. جالب اینجاست که در خود آمریکا چرا میگن فرزند کمتر زندگی بهتر؟ چون که اونجا جامعه از هم پاشیده، خانواده وجود نداره، زن آزاده، مرد آزاده. در نتیجه ازدواج کردن، چون ازدواج سنت پیامبره و سبب مسئولیت میشه و سبب توسعه و توانمندی میشه، در نتیجه اونجا ازدواج نیست، چون که ازدواج مسئولیت داره، هزینه داره، تربیت فرزند داره، و زن اونجا آزاده. هم لذت، اگر کسی ازدواج بکنه لذتش کمتره تا اینکه آزاد باشه با هر کسی، در ظاهر لذتش بیشتر و مسئولیتش کمتر. ازدواج لذتش کمتر، مسئولیتش بیشتر، درسته؟ چون 1 زن دیگه، 1 همسره، مسئولیتش، هزینهش، خرج، مخارج. در نتیجه چون جامعه خودشون متلاشی شده، چیزی به اسم مادر اونجا وجود نداره و چیزی به اسم همسر اونجا وجود نداره. گفتن که مسلمانان فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی خودشون هر کسی 1 بچه به دنیا بیاره اینقدر چه امتیاز داره. جالب اینجاست که باز کسی استقبال نکرد از این طرح در آمریکا، چون آمریکا و اروپا یک کشور پیره، یک کشور پیره، سنشون پیره. در نتیجه کسانی که از این طرح استقبال کردن
دو گروه بودن، سیاه پوستا که اینها زنگی های اونجا هستن، اصلیتشون مسلمان بودن، و مسلمونا اینا بچه دار میشدن، جایزه میگرفتن. میگم سالی 50,000 پاسپورت فقط آمریکا میده که انسان بره اونجا آمریکایی بشه. خب چه لزومی داره؟ پس ما باید سیاست‌های حاکم بر جهان و توسط استعمارگران بدونیم، وگرنه نمیتونیم موفق بشیم. یعنی یک مسلمان این که فقط نمازش بخونه و فکر نکنه و درس نخونه و روزه بگیره و ساده باشه و سرش بندازه پایین، خب یا کنجنشین باشه، یک تسبیح هم دستش بگیره فقط ذکر بکنه، این خب آمریکا و استعمار از خداشه که مسلمان ها تو مسجد بنشینن دنبال علم نرن. پس ما نیاز داریم به مسلمانی که هم از دینش اطلاع کامل داشته باشه و هم از ابزار و امکانات و علم روز و هم از تاریخ رو بدونیم، سیرت رو بدونیم و هم از سیاست‌های حاکم بر دنیا.